سلام و درود دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. قراره توی این ویدیو بریم دوباره رنگ کاپ کنیم. توی ویدیوی قبل همونطور که دیدین کاپمون 10126 بود و الان هم 10126 کاپمون و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب پیدا کرد برامون یه حریف خوب، یه دونه مینی پکا. بریم. وای بطسام دستم نیست، یه دمیج خیلی حسابی میخوریم ما اینجا و حریفم بدون زپ سریع. بریم. خیلی دمیج بدی خوردم، خیلی دمیج بدی بود و حریف الان اکسیری نداره که بخواد دفاع کنه. ما سریع یه دونه حمله از سمت چپ بریم. بطس و الکترو ویزارد میذاریمشون واسه بالون حریف. سریع یه دونه گوبلین جاینت از جلو میندازیم. احتمال زیاد ترکیبش رو فهمیدم چیه. ترکیبش نفهمیدم چون ترکیب فکر کنم لاوا بالونه، اما مکانایت نداشت لاوا بالون. دفاع شد. حالا هوگش رو دفاع کنیم. هوگش چسبید. بطسا رو داریم. تاور رو هم تاور رو یه خورده این برابرتر بود. تاور رو داشتیم. کینگ تاور اونم یه دمیج حسابی خورد. الان وقت اینه که بالونش رو بفرسته. احتمالا بالون از اینجا بفرسته. حالا فکر کنم یا اکسیر نداره میفرسته، چون حریف خیلی حریف چیزیه، عاشق حمله است. همش داره حمله میکنه و کاری به ذخیره اکسیر و اینا نداره. حالا بریم از سمت راست یه بتل بریم. بطسا بیان. بالونش دفاع میشه. وای ایو داشت ولی میچسبه. یه دونه خوشگل میزنه اسپارکی روی تاورش. دمیج خیلی خوبی بود. این سمت یه دونه مینی پکا از برای هوگش رو هم میزنیم. مینی پکا نذاشت بزنه. از این سمت اونا حرکت کردن، این برم ما حرکت جانانه میزنیم. پر میکنه اکسی رو. میرن جلو. تاور برامون در میارن. یه گابلین گنگ. و خب اون برم دفاع شد. یک حمله از اون برم داریم. مینی پکا سریع بطس آماده کنیم که احتمال خیلی زیاد بالونش از همینجا باید بیاد. دفاع مینی پکا هیچی فکر نکنم داشت. یه مگانایت دفاع مینی پکا به واج. خیلی والکری رو بعد انداختم اما کارو در آوردن. منتظر بالون حریفی. بالونش رو هرچه سریعتر اگه بفرسته خیلی کار ما رو راحت‌تر میکنه. سپرش رو بشکنیم. خب یه دونه اسپارکی داشته باشیم. بالونو یه دونه گاوین گنگ بزن. یه حمله از جلو. گاوین جاینت. یه دونه والکری پشتش. ایو داره. ترکیبش این ایو هست که اذیتمون میکنه، والا با بقیه ترکیبش خیلی اذیتی نمیکنه. هوگ رایدرش لول 16 خیلی داره اذیت میکنه به نوبه خودش. سریع کارتو رو میندازیم. احتمالا ارتش قابل پیش بینی بود ارتشه، ولی فکر کردم ارتشه واسه دفاع اسپارکی قرار استفاده کنه اما نکرد. حالا اینجا یه ضربه جانانه. یه دونه از اینا اونور. یه زب. سپرشو میشکنیم.
چه وای خیلی بد باختیم. اسپورکی داشتم سایکل میکردم پشت هم، اما باختیم بتل اولو. بریم واسه بتل بعدی. خب بتل قبلی رو باختیم، میتونستیم ببریم اگه تمرکز داشتم یکم بی‌دقتی کردم، میتونستیم بتل قبلو خیلی خوب و راحت ببریم. یه زپ هم همینجوری داشته باشیم سمتشون. خب یه مینی پکار با والکری دفاع میکنیم، یه دمیج سوسکی نتونست بگیره الکترو ویزارد. یه دونه اسپورکی بریم، خیلی اسپورک خوبی رفتیم. بتل رمش خیلی خوب دفاع شد. زپ رو داشته باشیم دستمون، احتمالا اینا بیفتن. واچ خیلی زپ دور رسید. اگه زپ رو زودتر میزدیم مگانایت میچسبید رون و اسپورکی مگانایتش خیلی راحت دفاع میکرد. و حالا چی ادامه بدیم و میچسبید کابر رو میدید. رسما کابر رو گرفت، سر اشتباه خودم هم بود. اکسیرامو درست خرج نکردم، اکسیرا رو از دست دادم. یکم اکسیر جمع میکنیم تا اکسیر 2 برابر دوباره حمله کنیم. هیچو خالی نمیفرسته احتمالاً اسپارکی از پشت تاور. هیچ خالی نمیاد. مثلا 2 تا آرچر داریم. خیلی قشنگ اسپارکی. یه گوبلین جاینت احتمالاً یه والکری ایوو، به نظرم والکری ایوو. هم میرن. یه اسپورتی چپو داشته باشیم، یه دونه زپ خیلی تمیز. اسپورکی از چپ گرفت تابر رو واسمون، اسپورکی از دستم تابرمون گرفت. حالا فقط همینطوری بریزیم که تابر سوم رو بگیریم. حریف دیگه تسلیم شد. خیلی خوب بود، بازی خیلی قشنگی بود. هم حریف خوب بازی کرد، هم یه جایی هم خودمون خوب بازی کردیم. خب بتل سوم شروع میشه. طبق عادت یه گوبلین جاینت و یه دونه هم از اینا بریم. آفرین، حریف از اون ور اومد. حالا ما واسه دفاع اون نیمتی کنیم. زب یه دونم گوبلین گنگ. خیلی خوب، باید حواستون خیلی به این حریف باشه. تیر داره که این تیر خیلی اذیت میکنه اینجا. اگر مینی پکا رو ما بد بندازیم دفاع بدی بشه، با تیرش راحت میتونه اون ارتش ما رو بزنه. و عذر میخوام سر صدای اضافی و نه هست. ویچ خالی نمیاد، احتمالاً یه چیز سنگین بندازی جلو، چون خالی اومدن ویچ واقعا یه کار بیفایده و الکی و مزخرفیه. دمیج گرفت ویچش ولی فایده آنچنانی نداشت، اون که ویچ خالی هم به درد نمی‌خوره. اینترنت قطع میشه. خب بریم اینترنت قطع. ادامه بازی رو با قطعی اینترنت داریم. خیلی خوب، بنازم اسپارکی هنوز زنده بود. تابر رو گرفتیم. فقط جمع کنیم خود اکسیر واسه یکم دفاع.
موقعیت پیش اومد سمت چپ رو میریم واسش. یه دونه والکری تمیز این ور داشته باشیم، یه گولینگنگ هم از این ور که اونو بزنه. دفاع کاش نمیزد آخریه رو. اسپارکی از چپ، زپ راست، خب آینه هم داره، کار خوبی نبود ولی آینه داشته هم اذیت میکنه اینجا ما رو. تیراش هم که استفاده کرد، وای یه دونه از اونا ترکیبش داره اذیت میکنه یکم. اگه نبازیم قطعا بازی رو میبریم. خب از این وای برسونیم اینا رو برسونیم. خیلی خوب تاور رو سیو دادیم و بنازم خیلی بازی تنگ و تنگی بود. حریف میتونست ببره، یه چند جایی میتونست ببره ولی بعضی کارتاشو بعضی جا خوب استفاده نکرد. کارت دفاعی فکر کنم حریف نداشت خیلی، چون هر دفعه من گوبلین جاینت رو میفرستادم جلو یه دمیج خیلی خوب واسم میگرفت. حالا این سم یه دونه خوب، یه دونه الکترو ویزارد و یه والکری از جلو. والکری خیلی عقب افتاد، دمیج میشه بره بچسبه نمیچسبه. خب حالا اکسیری نداریم دفاع کنیم، یه دونه سری اینا رو میندازیم، یه دمیج خیلی خوب میخوریم. تا اینجا چقدر حریف داره حمله میکنه، احتمال زیاد یه گولینگنگ نه تسلا رو بزنه، میتونیم تسلا رو نزد. چپ احتمالا یه حمله کنه، چپ رو بریم اسپارکیمون رو راکت داره. ترکیب سختی میتونه باشه چون راکته میتونه اذیت کنه، خیلی هم میتونه اذیت کنه. یه دونه چپ گوبلین جاینت رو بندازیم بره، بعدسم پشتش زپ قشنگی میزنیم. گولینگنگ رو استفاده کرد. یه گولینگنگ از راست، هوگو بفرست، تیراشو کشیدیم بیرون. یه دونه اسپارکی برای هوگش بریم، پیش بینی هوگو بزن، راکت الان میزنه. حواسم به راکتش نبود یه لحظه. بریم حالا یه دونه جوینت از چپ رو بریم، زب بیاد دستیم. بریم خیلی ترکیبش اذیت میتونه بکنه، به شدت میتونه اذیت بکنه. ترکیب حریف تاورمون رو گرفت. تاورمون رو گرفت، این دمیج حسابی نداره بخوره. و باختیم. ترکیبش زد بود، همونطوری که توی ویدیو قبل بهتون گفتم اون نقطه ضعف هست. حالا تو اینو بتونی بگیری اونو بگیری، این ترکیبه رو بتونی کنترلش کنی، میتونی منو ببری. و این حریف واقعا ترکیبش زد بود، خیلی هم زد بود. حالا واسه شروع اسپارکی از چپ رو بریم، یه دونه بشکه زپ
خوبی بود. احتمالا ما باید این رو به دست بکنیم. یه دمیج میخوریم ولی از اون ور اسپارکیه میتونه بره به چسبه چون حریف اکسیری نداره. دمیج خیلی خوب بگیریم ازش و اینکه اونو بزن. یه والکیری از این ور داشته باشیم. خب دو تا تاور رو مگانایتن. مگانایت تمومه دیگه. مگانایت تمومه. یه مینی پکا بره جلو که والکیری داشته باشه پشت مینی پکا رو واسه گابلین گنگ و اینا. خب مینی پکا دوتا میزنه. والکیری هم با اون جونه کمش خوب دمیجی واسمون در آورد. یه الکتروویزارد، یه دونه الکتروویزارد، یه گابلین گنگ. خب تیرم داره مثل این که حالا که تیرشو استفاده کرده میتونم چپ یه حمله بدم. گابلین جاینت بعد یه دونه زب. اوکی خیلی نه بشک اوه اذیت میکنه. راست اسپارکیو بریم. نمیخوام به خاطر 321 دمیج گوبلین گنگه بگیری تاور رو ازم. اگه با مگانت از راست حمله کنه من بتونم مگانتش رو با اسپارکی دفاع کنم خیلی کارم راحت تر میشه به نسبت قبل. یه دونه بعد کارو در بیار. یه دونه تمام. حالا یه دونه هم والکیری اوو. اینم از این. یه میکنه چپ خیلی خوشگل. راستو واو چپ خیلی سوسکی دفاع شد ولی میتونه یه هیت بکنه. دمشگر یه هیت واسمون در میاره. پشتی ها رو میزنه والکیری. حالا به چسبه تمومه. به چسبه تمام. این هم از این بتل. بریم واسه بتل بعدیمون. بتل قبلم دیدیم بتل خوبی بود. حالا این سمت حریف چی داره؟ یه گوبلین جاینت و یه بت. از راست بریم بربراشو دفاع میکنه. آره تا حدودی بربرا دفاع میشن. اکسیر نداره. 10 تا اکسیر خرج کرده تا اینجای کار. ما هم اکسیر نداریم و اینکه خیلی زپه بد. زپش خیلی بدی. سر زپه باخت. اگه ببازم سر زپه میده. خیلی ریسک بدی کردم نگرفت. حقیقت چیکارش کنم. زپو نداشت دمیج اینقدر نمیخورد. حداقل اینقدر دمیج. دوباره این بربرا رو آورد رو کار. گوبلین جاینت میکشه این سمت. اشتباه کردم کشیدم این سمت. بالا اون بر دمیج خیلی بدی میخورم. ترکیبش ترکیبی بتونم ببرم ولی دوتا اشتباه کردم. تاور راست و چپم خیلی دمیجم. یعنی اگه بتونم اینو ببرم اسپارکی دفاع نمی کنیم.
اگه بتونم این ببرم خیلی کار، واقعا خیلی کاریه بردن یه همچین حریف جلوی، خیلی جلوه. سعیمون رو میکنیم که ببریم. حالا این والکری هم که بعد انداختم. خیلی این بازی میتونستم ببرم ولی ضعف از خودم بود، خودم بد بازی کردم وگرنه میتونستم ببرم. اشتباهات همش فقط به خاطر اشتباهات خودم دارم میبازم. 5 تا بربر لب پلو ببینیم میندازه حریف. خبر اون رو دادیم. فقط به خاطر اشتباه خودم باختم، فقط به خاطر اشتباه خودم میپذیرم. بریم بعدی. فقط اصلا عجیب غریب نمیدونم چرا اسپارکی رو انتخاب کردم واسه دفاع. بریم بتل بعدی. یه دونه گابلین جاینت تو اینو بریم. ترکیب گابلین جاینت با این بد خیلی خوبه. اگه طرف هوایی زن نداشته باشه دمیج خیلی خیلی خوبی رو واسمون میتونه بگیره. اینا رو میکشیم این سم. تاور تو به چسب دهن سرویس. دمیج دو طرفه، دمیج دو طرفه، دمیج دو طرفه. یه بد چپ. چقدر اکسیر داری تو؟ نمیدونم اکسیراش از کجا میاره. من یه حمله کردم اکسیر تموم کردم. ویزاردو بفرست بره. خیلی ویزارد تو آپدیت جدید قویش کردن، خیلی بردنش بالا، خیلی اذیت میکنه این آپدیت ویزارد. دوتا تاور هم جونشون به شدت کم. حریف کارش خیلی راحته. اسپارکی راستو بریم. گزینه خوبی بود اسپارکی راست. یه دونه جا داشته باشیم. یه مینی پکا زبخ آماده. نه زبخ باید نمیخوریم. اینجا گابلین گنگ، الکترو ویزارد، گابلین جاینت. سریع بیفت جلو الکترو ویزارد نخوره. الکترو ویزارد خورد. اسپارکی راست رو داشته باشیم. یه والکری لب پل. پشتش یه دونه. بریم چپ و بچسبون تاور. گرفتیم. فقط یه دفعه سوسکی میکنه اینجا حالمون رو واقعا جا بیاره. و بنازم خیلی دمیج عقب بودیم. مثل بازی قبل سوتی دادیم ولی تونستیم کارو در بیاریم. واقعا خوب بازی کردم تو این بازیه. اینترنت هم داره قطع میشه. همینجوری اینترنت هم امشب خیلی ضعیفه. نمیدونم چرا.
و عالی بود. خب دوستان اینم بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید و لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. چنل کیکمونم روی صفحه میاد، برین اونجا اگه دوست داشتین فالو کنین. ما هر چند وقتی یه بار اونجا لایو میشیم و لایو میذاریم. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.